پیام تبریکی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با مناسبت روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان. همدیاران ارجمند، روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان را که همه ساله به نشان ارجگذاری به این رکن مهمترین هستی ملت و نشان دولتداری ملی تاجیکان سنه 5 اکتبر در سراسر مملکت تجلیل کرده می شود، به همه شما صدقاً مبارکباد می گویم. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام تبریکی خود به مناسبت روز زبان دولتی تاکید نمودند که زبان از جمله مقدسات ملی ما می باشد، زیرا آن رکن محوری یا شهرستون دولتداری و هستی ملت تاجیک با تاریخ بیش از 6000 ساله بود، هست و میماند. برحق با این زبان ناب در درازای تاریخ بزرگترین آثار ادبی و علمی، شاهکاری های ادبیات ایجاد شده. آن برغم همه جنگ ها و کشمکش ها، ضبطکاری های اجنبیان، دیگر شدن دین و آیین، اصالت تاریخیش را نگاه داشت، زنده و پابرجا باقی ماند. بعد به استقلال رسیدن جمهوری تاجیکستان، حکومت مملکت با راهنمایی پیشروی معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای رشد و نمو زبان تاجیکی تازه به آلایش نگاه داشتن آن تدبیر زیاد اندیشید که قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان در تحریر نو، قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه رشد زبان دولتی برای سالهای 2020-2030، تأسیس نهاد دولتی آید به زبان و اصطلاحات و سنه 5 اکتبر همساله تجلیل نمودن روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان از جمله آنها است. خوشبختانه حالا زبان ناب تاجیکی چون زبان دولتی معاشرت و کارگزاری از غمخواری و پشتیبانی دولت و حکومت، جامعه شهروندی و کل هموطنان چون رمز استواری و پایداری دولت و استقلال سیاسی آن برخوردار است. ما افتخار میکنیم که با این زبان پیشروی معظم ملت ما از منبرهای بلند سازمانهای با نفوذ جهانی موقع و هدفهای صلح‌خواهانه تاجیکستان را بیان می‌دارند. با تشبث‌های نیکخواهانه آن را به جهانیان معرفی می‌کنند. با فرموده پیشروی معظم ملت محترم امامعلی رحمان، قرض فرزندی، رسالت انسانی و وظیفه شهروندی هر کدام ماست که زبان شهدبار ملت و دولتمان را صدقاً و مثل مادر خود دوست داریم، زیرا آن زبان مادری ما می باشد. آن را احترام و احتیاط کنیم و همیشه در اندیشه پاک و به آلایش نگاه داشتنی آن باشیم. با اطمینان اظهار می دارم که همدیاران و هموطنان ارجمند ما این قرض فرزندی، رسالت انسانی و وظیفه شهروندی خود را با کمال صدق و مهر و مسئولیت به جا می آورند. با همین نیت و آرزو همه شما را باری دیگر با روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه مبارکباد می گویم. روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان مبارک باد.